بودن مادر کرانم و بچه جان چیور بودن جامعه دوست بودن کشتامونو هم خیلی جامعه دوست بودن همون کسبه همون مادر کران و همون کشتامونو مهان یاد گرفته بود ارزشش هر خیل وابسته به مهنت اگر مهنتی خوشرویی همین مایده دوخته تو 400 تا 500 ارزش دارد از 200 سر میشه از 200 سومونی تا 500 600 فروخته میشه همین چیز همین مثال لاس چی پخته اطلس تو غلطه کو تو جیه کو تو همش 150 سومون که همین چیز بینو میشه فهمم اگه وای وابسته به لسش هم ارزشوی هر خیلی دارد دیگه صفت ام مهنه مثلا چه خیلی مایده دو شروع یکوش ماشینه هاش و صفت شود تا 500 600 میفروشیم نسیسیون مویه 150 سر کرده تا 250 میفروشیم اینه که کدام مویه